سلام بچه، خیلی 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 خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از اینکه ما ترکیب فصل ایران رو چیز کنیم، یعنی منظورم اینه که دیگه برتر تیم فصلش رو مشخص کنیم. بچه این ویدیو اینطوریه که مثلا 2 تا دروازه‌بان فصل رو میاریم ما، که الانم من اینجا نوشتم، لیستم اینجاست، و بعدش اون 2 تا رو هم مقایسه میکنیم. مثلا لحاظ کلینشیتی سیو که بین این 2 تا فکر کنم آره کلینشیت که یه کار تیمی قشنگ معلومه. بذارید اول از دروازه‌بان شروع کنیم. آقای بیرانوند یا اخباری که از لحاظ کلینشیت بخوایم بگیم علی بیرانوند، چون خط دفاع قوی تری دارن معلوم هستن. بیرانوند یا اخباری اونا قوی ترین خط دفاعی لیگو دارن. اگه بخوایم از لحاظ سیوی بگیم هر جفتشون من برابرن، ولی بیرانوند چون دیگه کلینشیتش بیشتره، ولی نمیدونم. شجاع خلیزاده یا عارف آقاسی که 2 تا مدافع برتر تراش دارن. نگاه کنید، اگه میخواستیم مثلا آقاسی رو با زاره چیز کنیم، مقایسه کنیم، که قشنگ چیز میشد، اسمش زاره قشنگ بهترین بود. ولی اگه بخوایم با شجاع مقایسه کنیم با آقاسیا، کار برامون راحت تره، دستم بازتره، که قشنگ عارف آقاسیا انتخاب میکنیم برای پست دفاع وسط. اون دفاع وسط بذارید ثانیه من بچه این ترکیبمو درست کنم. خب آقا نگاه کنید، این لیست فعلا این لیست بازیکنمون که فعلا نشون نمیدم، ولی من یه بیرانوند گذاشتم تو دروازه با آقاسی که چیزمونه دروازه ما دفاع وسط دیگه. میگم واسه پست دفاع راست که قشنگ معلوم آریا یوسفی یا رامین رضاییان. رامین واقعا چون من استقلالیم خیلی دوستش دارم، گل پنالتی خوب میزنه، سانتاش خوبه، تو حمله خوب اضافه میشه، دفاع خوب میکنه. آریا یوسفی هم جوون خیلی 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 خوبیه، ولی بخوایم از لحاظ کلی بگیم رامین رضاییان این طرف دفاع راست ما رو تشکیل میده. نوشتم. خب اون طرف زوجش زاره باید باشه دیگه. خب برای پست دفاع چپ میلاد محمدی یا علی نعمتی. واقعا میلاد محمدی بازی قطر اگه دیده باشید خیلی چیز لنگ میزد، یه اخراج هم شد دیگه، کامل نسخه تیم ملیمون رو پیچید و یه گلم خوردیم و تموم. ولی علی نعمتی جوونه، تو بازی سپاهان 2 تا گل به خودی زد که واقعا ضایع بود. ولی در مجموع خواهم بگم دفاع چپ تیم ملیمون باید علی نعمتی باشه. بله صبر کنیم چه من بنویسم. خب آقا واسه هافک دفاعی که زوج ریکاردو آلوز ما چیز کنیم، تشکیل بدیم. آلوز واقعا بهترین هافک دفاعی بود، ولی بین اندونگ و کریمی واقعا سخته. اندونگ خیلی بازیخونی خوبی داره، کریمی هم واقعا کاپیتانی که روحیه میده، پنالتی زن. البته اندونگ هم پنالتی زن اگه بازیاشو دیده باشی، ولی نه تو استقلال، چون استقلال زیاد پنالتی نزده قطعا، همه رو رامین رضاییان زده. من زوج آلوز رو باید اندونگ تشکیل بده. اندونگ خب دیدی اندونگ اینجا تیک میخوره. خب باسه مهاجم نوک بچه اینم بگم که برترین مربی سال هم ما انتخاب میکنیم، بهترین بازیکن فصل هم ما انتخاب میکنیم. آقا حسین زاده یا علی پور شاید سخت‌ترین باشه، چون خیلی هر جفتشون خوب بودن. 2 تا آقای گلن که نه، البته امیر حسین بیشتر زده.
ولی بخوام واسه وینگ چپ انتخاب کنم حسین زاده که اینجا مهاجم نوکم واقعا کی بهتر از علی پور واقعا خوب بوده و ما اینجا مهاجم نوکم میذاریم علی پور. خب اوکی، حالا سب کنید ترکیب فکر کنم اینطوری باید بشه. یه بازیکن نه 2 تا بازیکن دیگه اون طرف محمد مهدیه مربی هافک هجومی، نمیدونم چیزه پست تخصصیه مربی هافک هجومی نیست، ولی ما اینجا گزینه زیاد خوبی نداشتیم. محبی یا ترابی بهترین پست فصل شده، خیلی چیز پست گل داده به حسین زاده و آقای گل هم همونطوری شده. ولی لیموچی واقعا اگه مصدوم نمیشد 12 هفته حضور نداشت تو لیگ. واقعا اگه 12 هفته بود بیشک آقای گل میشد. به خاطر همین این هافک هجومی میذاریم لیموچی. نمیدونم چیکار کردم خودم اینجا، خدا وکیلی. هافک هجومی لیموچی خلاصه، و این طرف من میذاریم ترابی چون آقای پاس گل شد. خب آقا مربی برترم که اصلا معلومه دراگون اسکوچیچ که یه مقطع سرمربی تیم ملیمون بود. دراگون اسکوچیچ، اینم از اسکوچیچ. خب حالا میرسیم به سخت‌ترین جاش، بهترین بازیکن لیگ برتر که مثلا من نامزدش اول بگم: علی پور، حسین زاده، لیموچی، آقاسی و زاره نامزدشون، که بین اینا واقعا علی پور کمترین شانس داره و آقاسی و زاره هم بعدش چیزن که بعدش کمترم بینه حسین زاده و لیموچی چیدن. یکیشون من میلگم چون هر جفتش دوست. ترابی هم گفتم، ترابی واقعا هست. بین این دوتا واقعا بهترین جوانه لیگ بودن این دوتا. چیزم که لیموچی هم از آلومینیوم اومد که اومد سپاهان واقعا درخشید. حسین زاده فکر کنم از روسیه و بلژیک اومد ترک داد. حسین زاده بهترین بازیکن فصل چون آقای گل شد، پاس گل هم زیاد داده، بیشترین تاثیر رو داشته. و بهترین بازیکن فصل حسین زاده زاده. خب آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره و یه کامنت هم بذارید واسه خوشحالی من. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.